پیش فاکتورها یه نوع فاکتور سوری هستن که فقط برای استعلام قیمت بیشتر استفاده میشن. یعنی ما پیش فاکتورها رو که صادر میکنیم بعدش هیچ اتفاقی در گردش انبارمون رخ نخواهد داد و تنها یه فاکتور سوری برای استعلام قیمت بیشتر برای مشتری ها صادر میشه. حالا نحوه صدور پیش فاکتور تو نرم افزار سپیدار چجوریه؟ خیلی ساده. کافیه شما بیاید بخش مشتریان و فروش، از بخش عملیات رو گزینه پیش فاکتور جدید کلیک بکنید و از اینجا باید آیتم های مختلف پیش فاکتور رو وارد بکنیم. از بخش مشتری اول میایم مشتری مد نظر رو مشخص میکنیم که آقا برای کدوم مشتریمون، یا بهتر بگم مشتری احتمالیمون، قراره که ما بیایم به قولی پیش فاکتور صادر بکنیم. یا یکی از اینا رو انتخاب میکنیم که داریم، یا میایم حالا از این قسمت گوی سپیدار گزینه جدید رو میذاریم به صورت میانبر از اینجا یه مشتری تعریف میکنیم. مثلا من میام یه مشتری احتمالی به نام شرکت، شما فرض بکن که آسان الکتریک رو میام اینجا تعریفش میکنم. اینجا تیک مشتری رو هم بهش میزنم، ذخیرش میکنم، چیز دیگه نیاز ندارم. بعد از اینکه تعریف شد انتخابش میکنم، اینجا واردش میکنم. نوع فروش رو باید مشخص بکنیم. نوع فروش هم خب یه آیتم اجباریه، برای پیش فاکتور هم حتما باید مشخص بشه. چرا باید برای پیش فاکتور حتما مشخص شه؟ چون ممکنه یک روزی پیش فاکتور تبدیل به فاکتور فروش بشه، به خاطر همین ما میایم نوع فروش هم حتما مشخص میکنیم. نوع فروش رو که تاییدش کردیم و مشخص کردیم، تاریخ میدیم حالا به پیش فاکتورمون. تاریخ صدور پیش فاکتور رو من فرض میکنم 1/10. حالا اینجا یه تاریخ اعتبارم داریم. بچه‌ها تو بحث پیش فاکتور درسته که یک فاکتور سوری به حساب میاد، اما این مهمترین قسمتی که یه پیش فاکتور میتونه داشته باشه، یعنی تاریخ اعتبارش. چرا؟ چون ما میگی آقا، چون شما میگی این پیش فاکتور من تا این تاریخ اعتبار داره. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من بگم این پیش فاکتور و این قیمت های این کالاهایی که تو این فاکتور خورده تا مثلا 1 هفته، فرض بکن هفته 10 اعتبار داره، دیگه مشتری روی این حساب میکنه که آقا بعد از هفته 10 طبیعتا قیمتاش ممکنه متفاوت باشه، پس سعی میکنه خریدش رو قبل از هفته 10 یا همون هر روز هفته 10 انجام بده و نهایی کنه. و این خیلی مهمه که شما تاریخ اعتبار پیش فاکتور رو دقیق وارد بکنه. البته این وظیفه حسابدار که نیستش دیگه، این تاریخ ها رو خود حسابدار از کارفرما یا مسئول فروش دریافت میکنه. در هر صورت این تاریخ مهمیه. یا شما اینجا روز میدی 7، اینجا خودش میاد میزنه تا 8/10 اعتبار داره. خب حالا از این بخش میانی مگه بزرگترش بکنم، اقلام پیش فاکتور رو باید وارد بکنید. به اضافه رو میزنیم ما، به اضافه زرد رنگ. اینجا از بخش کد این سلکتور رو پایین رو میزنیم، هر کالایی که مربوط به پیش فاکتور اون هست رو وارد میکنیم. مثلا مشتری ما اومده فقط تلویزیون استلام قیمت گرفته، این دوتا رو میزنم، تایید میکنم و حالا اینجا کافی شما بیاید واحدش رو بزنی، یعنی چند تا دونه استعلام خواسته. فرض میکنیم که آقا برای تلویزیون سامسونگ 54 اینچ 5 تا دونه استعلام خواسته. فیش هم وارد میکنیم، فیش هم حالا فرض میکنیم که آقا 15 میلیون تومان. برای تلویزیون LG اومده 4 تا خواسته، فیشو میزنیم 13 تومان. حالا حدودی میزنم، قیمتشون رو طبیعتا خب ندارم دقیق. و اطلاعات دیگری هم نیازی نیست. اینجا اگر تخفیفی داشت حتما وارد میکنید. اگر حالا به مشتریتون خواستید تخفیفی بدید، میتونید اینجا تو بخش تخفیف عددی رو وارد کنید یا به صورت کلی تخفیف در نظر بگیرید. مثلا این پیش فاکتور اگر خریدتو تا حالا 8/10 انجام بدید، میتونه 5% هم تخفیف شامل حالت بشه و اینجا اوکی کنی و از مبلغش میبینی 6,300 کم شد به عنوان تخفیف. و اینجا دیگه نکته دیگه ای نداره طبیعتا. و اگر حالا کالاها و خدمات شما اگه ارزش افزوده هم داشت، اینجا خودش میومد حساب کتاب میکرد. حالا ما ارزش افزوده رو غیر فعالش کردیم، میبینید که اینجا هم تو این قسمت ارزش افزوده ای لحاظ نشده. در نهایت میایم گزینه ذخیره رو میزنیم و پیش فاکتور برای ما به همین راحتی ذخیره میشه. به همین راحتی تونستیم پیش فاکتور صادر کنیم. حالا یک روزی اگر شما خواستید این پیش فاکتور رو تبدیل به فاکتور فروش بکنید، به هر حال دیگه ممکنه همون مشتری بیاد از شما همین کالاها رو بخواد، بگه آقا من اینا رو پیش فاکتور رو یا با یه سری اصلاحات یا کامل همه کالاهاش رو
میخوام با اون قیمتایی که اعلام کردید. برای اینکه پیش فاکتور رو تبدیل به فاکتور فروش بکنید دو تا راه وجود داره. راه اولش این که شما برید رو آیتم فاکتور فروش جدید، یعنی از بخش مشتریان فروش، از بخش عملیات فاکتور فروش جدید رو انتخاب بکنید. اینجا کادر اول بهت میگه پیش فاکتور تو مشخص بکن. شما بیا اینجا پیش فاکتور رو مشخص بکنید. اوکی. و یه پیغامی میدیم که آیا مایل به کپی اطلاعات قیمت و تخفیف اقلام از پیش فاکتور هستید؟ اگر بله میگم بله و میاد اینجا همه اقلام پیش فاکتور رو تو کپی میکنه. ببین دقیقا آورد همون پیش فاکتور رو لحاظ کرد با همون تخفیف و هر چیزی که بود. و اینجا حالا روالش رو ادامه میدی. اگه حالا مثلا تعدادش عوض شد میتونی عوض کنی، اگر قیمتش یه خورده تغییر کرد میتونی تغییرش بدی و استفاده کنی. شاید تو دلت بگی چه کاریه آقا پیش فاکتور رو تبدیل به فاکتور فروش کردن. یه موقع میبینی طرف از قبل اومده به جای 2 تا قلم n تا قلم استلام قیمت گرفته. شما یه بار این راهو رفتی، دیگه بخوای دوباره اون n تا قلم رو وارد فاکتورت بکنی خودت کلافه میشی و اذیت میشی. این آیتم واسه ساده تر کردن کار حسابدار تعبیه شده. و از اینجا میتونی اصلاحاتت هم انجام بدی و در نهایت ذخیره کنی و پیش فاکتور تبدیل به فاکتور میشه و سند فروش میخوره. اوکی. حالا شما فرض بکن که پیش فاکتور رو از این راه یاد گرفتی. یک راه دیگه هم که هست این که بری تو آیتم پیش فاکتورها و از اینجا پیش فاکتور مد نظر رو باز کنی. یه آیتم داره اینجا صدور فاکتور فروش و روی این کافی کلیک بکنی و پیش فاکتور تو تبدیل فاکتور فروش خواهد کرد. اینجا هم گفته آیا مایل به صدور فاکتور برای این پیش فاکتور هستید. یه پیشنمایش هم میزنی و خلاصه بهت نشون میده که قراره چه چیزی رو تبدیل به فاکتور فروش بکنه. اینجا دیگه شما اگه پیشنمایش رو بزنی طبیعتا ادیت هم میتونی داشته باشی توی بحث پیش فاکتور. اگه نزنی که دیگه خودش مستقیما اینجا پرسید دیگه، میگی بله همون اعدادی که رو پیش فاکتور بود رو میاد ملاک قرار میده با همون قیمت ها و یک هو، یعنی یک راست میاد پیش فاکتور تو صادر میکنه، یعنی تبدیل فاکتور فروش میکنه. خب بچه‌ها اینم از نحوه صدور حالا پیش فاکتورها و همینطور تبدیل اونها به فاکتور فروش. شاید مهمتر از صدور پیش فاکتور بحث تبدیلش به فاکتور فروشه که خیلی از ما سوال میکنن دوستان. به همین راحتی دیگه نکته دیگه ای فکر نمی کنم داشته باشه. تقریبا هر چیزی بود رو گفتم بهتون. به همین راحتی با این مطلب آشنا شدیم. در پایان یه پیشنهاد خیلی خوب دارم. اگر دوستان قصد دارن نرم افزار سپیدا رو که یه نرم افزار فوق العاده پرکاربرده به صورت حرفه‌ای و پروژه محور آموزش ببینن، این نکته یکی از اون هزاران نکته‌ای هستش که ما تو دوره جامعه سپیدار سیستم خدمت دوستان تدریس کردیم. این دوره جامعه پروژه عملی داره، 2 تا پروژه توش حل شده و هر دوستی که این 14 ساعت ویدیو آموزشیش رو میبینه به صورت حرفه‌ای میتونه با سپیدار کار بکنه و خیلی فرصت شغلیایی رو بر خودش مهیا کنه. حتما اگر قصد داشتی که سپیدار رو حرفه‌ای یاد بگیری میتونی که یه پیام بذاری توی حالا شماره‌ای که درج شده زیر این ویدیو یا زیر لینکی که همین ویدیو قرار داده شده کلیک بکنی. ما در خدمتتون هستیم. میتونی که از دوره استفاده بکنی. موفق و مؤید باشی.